غربت دین ما امروز در حد رسیده که هیچ پرسان نکنه. الله رحم بکنه. در تلاشی میرسی، موتر استارت میشه، پلیس سعی میکنه. هر کس که ریش خوبش داره، چهرهش یکم اسلامیست بیادرم تاش او طرف اسلام. غربت است، غربت است به خاطر ریش. یعنی کل مردم وارد تو ریشی تا بعد بزنی. کالای سنتی باشه میگه نه پتلون در جفت و تنگ در جانت باشه، ای خوب میشه. دختر یا سیاسری که حجاب کرده باشه، نقاب کرده باشه، در پوهنتون برش اجازه نیست، در دفتر کار برش اجازه نیست. نه، تو باید خدا بسازی. چی برات میگه؟ دنیا در کجا رسیده پیشرفت کرده شما را ببینی در کجا هستی. یعنی اگر تو به دین عمل میکنی خلاص دیگه تو خیلی پس مانده هستی. پیشرفت ای هست که عیاش باش، فحاش باش، گستاخ باش،